سلام. حالا من درباره سه جای حیرت‌آور عالم به شما معلومات میدهم. لایک، پادکست را فراموش نکنید. شرشره‌ای که به طرف هوا میریزه، نه به طرف پایان. این شرشره در جمهوری چیلی جایگیر است که تماشابینان را به حیرت میگذارد. در حقیقت حیرت‌آور میتابد. همین خیلی نه؟ اگر در فکر زده باشید که این برای چی به طرف پایان به بالا میریزد، فهمیدنش آسان است. از سببی که شمال سخت میوزد، آب را از پایان به بالا میپرتاید. مثل این شرشره در هندوستان و استرالیا هم زمانه وجود داشته. کوه ارگات باز یک معجزه دیگر در کوه ارگات ارمنستان جایگیر است که در حیرت میمونید. هر روزه به آنجا هزارها سیاحان از تمام گوشه عالم میروند که معجزه را از پیش دیده حلاوت برند. آنها در راهی که سمتش طرف بالای تپه است، ماشینشان را خاموش میکنند، میبینند که چه خیل ماشین بیروننده به طرف بالای تپه حرکت میکند. در آنجا دایره‌چه هست که به سمت بالا، نه به سمت پایان تپه حرکت میکند که بیننده را به حیرت میگذارد. پلاتینا گویرا یکی از دستاوردهای مهمی طرف جنوبی ایالات متحده امریکا به حساب می رود که به نهایت جای زیبا و حیرت‌آور است. مساحت و بلندیش تماشابینان را حلاوت می دهد. اگر در لب پلاتینا ایستاده اگر خواهید آب را به پایان ریزید، در حیرت میمونید. آبی که میریزید نه به طرف پایان بلکه به طرف خودت، یعنی بالا میریزد. این مثل که شرشره در چیلی بود ما در اول شرح دادیم، مثل همون است که شمال نمیموند که آب به پایان ریزد. نکند که خدا نصیب گرداند یکی سیاحت رفتین به آنجا و یگان سنچیل یا یگان چیز سخت نپرتوین. اگر همین رولی که من پسند اومد، لطفاً پادکست را فراموش نکنید.